این هفته خبر تو خبر داره براتون از جنگ و دعوای باندهای نظام بر سر کرسی ریاست جمهوری که با نزدیک شدن انتخابات فشارها برای کله پا کردن همدیگه افزایش پیدا کرده. احمدی نژاد که جیغش زیر این فشارها در اومده چنگ انداخت به ریش عظما و گفتم دست ما رو بستی انداختی تو حوض، میگه خودت بیا بیرون، کشورم بیار بیرون. میان یه وزنم به پامون میبندن، میبینن نمیشه، هی دستشون رو گذاشتن رو سر ما، هی هول میدن زیر آب، هی کله ما رو میکنن زیر آب. دستو بستی قبول، وزنه بستی قبول، دیگه چرا کلمون هی میکنی زیر آب؟ بعضیا نشستن از قبل برای شورای نگهبان هم دارن نسخه میپیچن. آقا تو چه کاره هستی؟ از اون طرف خامنه ای هم تو تلویزیونش این جوجه بسیجی ها رو میندازه به جون احمدی نژاد. دروغ نگویید، عوام فریب نباشید، درست مثل آقای 3 نقطه چین. حرفهای رهبری رو گوش بدین، ببینین حضرت آقا چه میگه. به خدا نصیحت اینا. پیمان شکنی تلخی حلواست. بگویم آمد به لب سید علی چند نصیحت، تکلیف شما روشن و خاناست. بگویم در مکتب ما خامنه ای ختم کلام است. حالا توی این کش و واکش تیم عنتری نژاد و مشایی هم از روی زمین گرفته تا زیر زمین دنبال هر چیزی میگردن که خودشونو به جوونا بچسبونن. دفتر موسیقی وزارت ارشاد، دفتر موسیقی امور هنری وزارت ارشاد دیروز اطلاعیه داده، گفته که خوانندگانی که میخوان با ستادهای انتخابات ریاست جمهوری همکاری کنن، هم اگر بخوان آلبوم بدن بهشون با سرعت مجوز میدن در اسرع وقت، هم اگر بخوان کنسرت موسیقی داشته باشن یا اجرای گروهی داشته باشن اونم در اسرع وقت بهشون مجوز میدن. خبر این بود، من نمیدونم شما چرا اینجوری نگاه میکنید. یه صحبت دیگه، این بنده خداها ببینید در طول سال اینقدر باید بدون، خب مجوز بهشون نمیدن، اذیت میکنن. سریع بگیم دیگه، اسم این شاعر رو نزنه، اسم اون شاعر رو بزن. اینی که گفتی یعنی این شعره که خب این همه تو این پیچ و خم اداری وزارت این واژه ها رو اصلا کلا از توش من یادم یه واژه عشق یه زمانی اصلا کلا از تو اشعار با در می اومد. بله، و این که ما الان متاسفانه این خواننده های زیرزمینی که زیاد شدن یک علت اصلیشون همین عدم مجوزاست و اینی که درک نکردن ایناست و اینی که میدون ندادن به ایناست. خب چطور اون موقع نمیدن، بعد الان چون دم انتخاباته؟ بله، دم انتخابات که برسه خیلی چیزای دیگه هم میدن، مثلا عنوان دکترای مجانی برای هر ننه قمری. شما با تبلیغاتی که انجام میدید ممکنه بتونید یه کسی که اصلا سواد نداره تو ذهن مردم دکتر جلو بگیرش. تبلیغات انتخابات برای کاندیداها دکترا میاره، برای پاچه خارا هم یک بسته ساندیس در ازای 2 دقیقه دفاع از نمایش انتخابات نظام. 6 نفر میان خودشون رو انتخاب میکنن، از بین این 6 نفر باید مردم برن هر مثلا 6 ساعت اون یه ماه که انتخاباته صرف اون افراد بکنن ببینن چه کار کردن چه کار نکردن. از قبل خودتون وقت همین کارو دارین، یک ماه اصولا باید بذاریم. مثلا ما هر روز چرا الان این 6 نفری که انتخاب میشن سابقه دارن، مثلا 30 سال تو نظام بودن، این 30 سال تو نظام بودن میاد چه کار کردن. باید بیان اون مسئولینی که خودشون رو انتخاب. بله من رأی دادم. من میگم برو یه ساعت درباره اون رئیس جمهور تحقیق کن ببین چه کار کرده چه کار نکرده. اینترنت در اختیار فضای صدا و سیما در اختیارت الان. کدوم فضای صدا و سیما؟ و اینم بهترین وصف حال بسیجیان گیج و منگ در آستانه نمایش انتخابات از زبان یک مجری مشنگ. عده‌ای خسته پر از شک شده این، بی خیال گل میخک شده این. چه کنم‌های فراوان داریم، چشم بر لحظه پایان داریم. لحظه در لحظه پر از تردیدیم، حزب بادیم، درخت
بیدیم عده‌ای مرتد شده ایم. خوب بودیم ولی بد شده ایم. امتحانی است که ما رد شده ایم. دوست فهمیده که ما بد شده ایم. در سراشیب سقوطیم همه، باز در حال حبوطیم همه. در یک کلام میخواد بگه ریزش بسیجی‌ها به شرشر تبدیل شده و عظما هر جای نظامش رو بگیره از جای دیگه بیرون میزنه. خب حالا بریم سراغ چند محصول جدید از حماسه اقتصادی. اولیش یک روش جدید برای اعلام گرون شدن خودروه، منتها به شکلی که کسی از علتش سر در نیاره. قیمت خودرو در سال تی، یعنی هر سالی چون میخواییم بله مساویس با قیمت همان خودرو یک سال قبلش، بعداً منهای قیمت همان خودرو بعداً یک سال بعدش، ضرب در پی تی همون میانگین وزنی درصدی تغییر هزینه های هر خودرو است. و اکنون محصول برتر حماسه اقتصادی، رب گوجه با طعم گلابی. ما این ربا رو خریدیم، به اسم رب خریدیم، 5 تا بود خریده بودم که عین 5 دو تاش اینجا الان باز کردم، یکیشم دیروز باز کردم. بعد دیروزم جایی که باز کردم مکان عمومی بود باز کردم، گلابی در اومده به جای رب. الان اینم که اینجا خدمت شما باز کردیم باز دوباره گلابی در اومده. اینم سومیشه که الان دارم اینجا باز میکنم که اینم حالا ببینیم دیگه، مونده به شانس ببینیم رب در میاد یا گلابی در میاد. ظاهرا ما نباید رب بگیریم اصلا. اینم گلابی، اینم گلابیه دیگه. بله درست. مشنگستان این هفته رو با جدیدترین قسمت از سریال خالیبندی های احمدی نژاد شروع میکنیم، جایی که بعد از بازگشت از ونزوئلا اساسی توهم زده. به محض اینکه ما پیاده شدیم فریادها بلند شد، ما هم خوب وایسادیم با اینا ابراز احساسات کردن. همونطور که میرفت چند بار اومدن به من تذکر دادن، گفتن آقا تو این کارایی میکنی این جمعیت به هیجان اومده ها، یه خورده دیگه وایسی این نرده ها رو بکنن دیگه قابل کنترل نیست. البته برای ما سوالات شرعی هم پیش اومد اونجا دیگه، میذاریم بعدا میپرسیم. اینم نماینده مقام عظما در امور زنان که با این میکروفون ها یه دیوار تفکیک جنسیتی درست کرده و از پشت اون داره بزرگترین دستاوردهای نظام برای حقوق زنان رو اعلام میکنه. اهدافی هم که ما از برگزاری روز زن داشتیم، انعکاس دستاوردهای زنان پس از انقلاب اسلامی همراه با تجلیل از مادران نمونه، اصلاح نگرش‌های مغایر در خانواده و جامعه نسبت به جایگاه و منزلت زن به ویژه شیوه مادری. اینم حجت الاسلام هلبوی که تو سراحی جهنم ظاهراً دکه داره و تصویر واضحی رو از چهره‌های اراذل و اوباش حکومتی موقع رسیدن به جهنم ارائه میکنه. تو روایات داریم که افراد در قیامت به شکل‌های مختلف محشور میشن، مثلا به شکل خوکن، مکار و حیله بازن به شکل روبان، یعنی باطنشون به این شکله. متکبرین به شکل مورچه ریز زیر دست و پا لهشون میکنن، یعنی اینجا غرور نشون میده اونجا خوردش میکنن، لهش میکنن. اینم فرانکشتاین نظام که هنوز به جهنم نرسیده، شبیه کرگدن شده و داره از سوابق درخشان مبارزاتیش قبل از رسیدن به حکومت پرده برمیداره. پیغام دادن مرحوم آیت الله میلانی از طرف تعدادی از علما که شما یه چیزی بنویسید بیایید بیرون. به شهید عراقی، به بنده گفتن این چیزی بنویسید بیایید بیرون، بیرون به شما بیشتر احتیاج هست. تو بحبوحه مبارزات بله نقل کردن که شما وظیفتون هست یه چیز ساده‌ای بنویسید بیایید بیرون. بله بنده چیزی نوشتم، هم شهید عراقی نوشتم، با هم نوشتیم، مشورتی که کردیم. من یکی از مقاومترین چهره‌های زندان بودم، مطلقا
نرمشی با اینا نداشتم، ولی اون جوابم این بود من میخوام مسلمان بمیرم، نمیخوام قهرمان بمیرم. وقتی مراجع تقلید میگن تو بنویس، من اگه مقاومت کنم یعنی میخوام قهرمان بمیرم، در صورتی من میخوام مطیع مراجع باشم. اشکال نداره بپرسم متنشون خاطرتون هست چه متنی نوشتید؟ اون متنی که نوشتید متن منتشر شده، منافقین منتشر کردن. هر موقع انتخابات من شرکت کردم اینا منتشر. متن منتشر کرد. بعد متن هست تو خود صدا سیما. اینم یک خاطره بدون شرح که کابوسش خواب رو از چشم همه مقامات نظام رو بوده. سوء قصد به شما چجوری بود؟ چجوری اتفاق افتاد؟ سوء قصدی که شدید؟ مجاهدین منافقین که ما در زندان لاجوردی و بنده و حیدری مقابل منافقین بودیم. میدونم. منظورم که توصیفش کنید که چه صحنه کجا جلو در منزل. جلو در منزل 60 خورده شلیک کردن. 2 تا 3 تاش به دست من خورد و یک همراه هم از پاسداران، سپاه پاسداران همراه من بود، اونم اوراقش کردن، یعنی خیلی ریخت رو زمین است که من با اینکه خونم بدنم میریخت جلوی در منزل توی صندوق عقب ماشین جاسازی کرده بودن. همین که من اومدم سوار ماشین بشم در صندوق عقب رفت بالا و جسه و 2 تا 3 تا اسلحه دیگه 3 نفر شلیک کرد. یه اسم دیگه تیوی ریش تیوی سوته که نمیتونه یه هفته رو بدون سوتی طی کنه. من که دارم یه عمر الان که من از 10 سال الان که مسابقه دارم میگم عزیز من شما با گوشی تلفن وقتی صحبت میکنی تأخیر تصویر داری اما چون اینم خود بزنید اتفاقات امروز جالب بود. دست دوم گرفته اینا رو. خودکار نو چقدر قیمت داره؟ قول میدم مال خودتون نیست که از این بچه‌ها زرد گرم. یکی از پیامک‌هام این گونه بوده که چه برنامه بیخودی داریم، اعصاب مردم رو خراب می‌کنیم. آقا خیلی خوش آمدید. عید شما مبارک باشه. مبارک باشه ان شاء الله برای شما هم. والدای مکرم برنامه رو می‌بینن، نمی‌خواین تبریک بگین. چه برنامه بیخودی داریم، اعصاب مردم رو خراب می‌کنیم. در پایان ابتکار یه عشق موتور رو می‌بینیم که بین اسم موتورها و صداشون یه رابطه منطقی پیدا کرده. You ever notice how motorcycles sound exactly like their brand names? I'll give you an example. Yamaha. Suzuki's, no question about it. Hondas. You don't even know what it is when it goes by. It'll surprise you. Harley Davidson. Harley Davidson.